شوم 2 اکتبر سال 2023 تخمینا ساعت 19:30 راننده مترسیکل بوتایف عبدالرؤوف سال تولدش 1992 ساکن نوع رودکی هنگام حرکت از سمت جماعت دیوت اسمبای به سمت دیهه خوجه بلبلان امین نویه به چارهای کلان شوخدار برخورده به زمین افتیده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا نابالغ 17 ساله ساکن شهر خاروغ با گمان صادر نمودن جنایت اوباشی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده شام 30 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 19:30 همراه 2 نابالغ ساکنان شهر خاروغ در نزد بنای مجمعی ورزشی با نابالغ 17 ساله ساکن همانجا از حیثیت اوباشی به یگان اساس جنگ و جنجال نموده او را لط و کوب و توسط آلات خلنده 2 مرتبه به قسم پای راستش زده است. در نتیجه جبر دیده به سلامتیش جراحت جسمانی برداشته است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه همدانی با عریضه مرد 30 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 27 سپتامبر سال 2023 تخمین ساعت 14:30 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 31,000 سومانی و 30,000 روبل روسی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 35,450 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 29 ساله ساکن امین نویه که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است صادر نموده است. اوی به این حالت نسبت گمان بر شونده با ماده 244 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.